تصور کن یه غول وحشی تو خیابون ببینی که هم میتونه تو دل بیابون پرواز کنه، هم توی شهر فرمانروایی. فورد F150 پرفروشترین وانتبار تاریخ جهان، شاهکار دست مهندسین ایالات متحده. این یک وانتبار معمولی نیست و از همون روز اول برای نبرد ساخته شده. زیر کاپوتش یه موتور 6 سیلندر توربوشارژ هست با توان 450 اسب بخار. یعنی میتونه مثل یک ماشین مسابقه‌ای غرش کنه و زمین رو بلرزونه. کمک فنرهای این هیولا مخصوص مسابقات صحراییه که وقتی از روی تپه ها رد میشه راننده اصلا متوجه بلندی ها نمیشه. جالبه بدونید شتاب 0 تا 100 این ماشین زیر 3.5 ثانیه است و قیمت هر دستگاه از آن حدود $100,000 که در سال 2024 204,000 دستگاه از آن به فروش رسیده. حالا شما بگید آیا این ماشین قابل قیاس با نیسان آبی خودمون هست؟ اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.